درود بینندگان گرامی، برنامه دسترخوان است. این لحظه منظور شما. امروز برنامه ما بخشیده می شود به روز جوانان. چون در ماهواره جوانی قرار داریم، تصمیم گرفتیم به همین سنه تاریخی برنامه را تهیه نماییم. در پیش مایان را لحظه های جالب انتظار است. در رفت برنامه خودتان مشاهده میکنید. بینندگان عزیز، امروز برنامه دسترخوان با اشتراک گروه جوانان تلویزیونی سوخت آماده می شود. کنی بینیم جوانان ما چی مهارت دارند. السلام علیکم احسان جان، امید خان، چخیر شما؟ خوش آمدید به دسترخوان برنامه‌های جوانی تلویزیونی ولایت سوخت. یا خودی برنامه دسترخوان یا هر دو. رفتیم؟ رفتیم. امروز آشپز ما احسان جان. پرسیم چی آماده میکرد باشه؟ بینندگان عزیز، برنامه دسترخوان امروز در چهارباغ زیبای حوله رمزی کمال خوجندی ثبت شده ایستاده است. به طوری در آغاز گفتم امروز در برنامه ما اشتراک دارند هیئت ایجادی برنامه سوپی نو با راهبری احسان رضا. احسان جان، اکنون شما دخترکان را معرفی کنید. امروز همراه ما عزیزه یارو هستند، هم محرری برنامه‌های سوپی نو در تلویزیون ولایت سوخت و همچنین محرری برنامه جوانی دنیا پر از جوانی همراه ما هستند. امید رو فکر میکنم علاقه تماشابینان میشناسند، هم از برنامه سوپی نو و هم از برنامه اخبار که قریب هر بیگاه مهمانی خاندانی هر یکی ما و شما میگردند. احسان جان، امروز ما کدام نوع طعام رو میپزیم؟ امروز ما یک خوراک ملی، خوراک دوست داشتنی قروتاب آماده میکنیم. علاقه میبینم اینجا سبزیجات ها تیار است. با کبودی ها و همچنین قروت. بله، قروت رمز اساسی امروزه طعام ما. قروت، گوشت، پمیدور، بادرینگ، کمی قلنفور برای دوستداران تندی و تیزی، ولی پیاز و کبوتی برای آرایشی بالایش. نخست ما شروع میکنیم از گوشت و خودی پیاز که تا آمدن قروتاب گوشت پخته آماده شود. یعنی قروتاب ما امروز با گوشت تیار می شود. بله. بسیار خوب. کار رو آغاز میکنیم. مرحمت. سبزیجات رو دخترکان شویند. باشد. با کبودی ها. گوشت رو من میده میکنم و باشد که شما پیاز رو پخت کنید. خوب. احسان جان، لبه من طرز آماده کردن این طعام و دیگر طعام ها رو من خبر دارم که شما میتوانید. از کجا آموختید؟ هنوز از آبان خوردی در عائله ما دختر نبود. تمام کار خانه رو خودم میکردم. مثلا خوراک میپختم، خانه رو میروفتم، پاک میکردم و نبودن دختر رو مادرم احساس نمیکردم در عائله. یعنی ما در عائله 3 فرزند 3 پسر بودیم و هر یک کار خانه رو ما بین هم تقسیم کردیم. مثلا پخت و پز و روبوچین خانه به دوش من بود و شستنی کاسه و دیگ و طبق و این چیزها رو دادرم میکرد و دادر خوردی هم که هنوز خیلی خرد بود ما او را فقط هنگام خوردن دعوت میکردیم. بسیار خوب. یعنی امروز شما علاقه همه طعام ها رو میتوانید تیار کردن؟ بله و همزمان من حتی حجتی پزندگی هم دارم. من بعد احسان جان رو ما همچون راوی نیو به حیثی پزنده هم میتوانیم در معرکه ها دعوت کنیم. بله چرا نه. احسان جان، لبای گپ بین خود ما امروز هم همین کارها رو میکنید؟ گپ بین خودمون باشد بله
و این چیز پوشیده نیست. بله، عادتا در خانه خوراکایی که من آماده میکنم نه تنها پدر و مادرم، حتی فرزندان من هم دوست می‌دارند. خاصه روزهای یکشنبه من در خانه رسما خوراک خانه رو خودم میپزم. یک در دست شماست یعنی؟ بله بله. و هنگامی هم که ما به دیه میرویم همراهی عائله فرزندانم، حتی عائله برادرم پدر و مادرم خواهش میکنن که خوراک امروزه رو باید احسان پزد. از همین لحاظ من نمیدونم، یا خودم هم پختن رو دوست میدارم و همه دیگر خوردن خوراکایی که من آماده میکنم اهلی خانواده دوست میدارم. بله. یعنی شما بسیار بامزه از این میبراید که آماده میکنید؟ ندانم، شاید گوشت ها را من خیلی چارکنجه میده میکنیم، نه اونقدر میده باشد و نه اونقدر کلام باشد. نه اونقدر کلام به اون خاطر که خورده توانیم، نه اونقدر میده این که در دیگ آب نشود. احسان جان، من پیاز رو تازه کردم. حالا بعد به دخترکان میدین شویان؟ شویان بعد میده میکنه. خوب. عزیزه خان؟ تشکر، سلامت باشید. عزیزه خان، اکنون پیاز رو هم به شما میدیم، نش رو هم شسته بیارید. احسان جان، امروز ما در عرفه روز جوانان هستیم، یعنی در ماهواره جوانی. در برنامه صبحی نو نیز مسئله های جوانی مطرح می شوند، چون خود شما هیئت ایجادی همین ما همه جوان هستید. بله. نه تنها موضوع جوانی، تمامی موضوع هایی که هست ما در برنامه بررسی میکنیم، مطرح میکنیم. مثلا در پیش ما روزی عائله بود، روزی شش مقام بود. تمام مسئله هایی که هر صبح برنامه که هر صبح میرود، برنامه هم فرهنگی است، هم فراغتی و هم اطلاعاتی، ما بررسی میکنیم. بله. بسیار خوب. فکر میکنم جوانان در همه ساحه‌های خواجگی خلق امروز فعالیت میکنند. بله، فعال هستند. بیبی پیاز را به من درست کنید. چرا بیبی؟ چون در شیوه ما همین گونه است. شخصانی که خیلی احترام دارن، خیلی دوست می‌دارن، خیلی محبت دارن، بیبی گفته صدا میکنن. خیلی باشد مرحمت. خب عزیزانو هم میتونن در رفت صحبت هم پیاز میده کنن و هم صحبت کنن. احسان مهارت خوب داشته است. بله. معلوم که آشپزی دیپلم دار. عزیزانو، شما که امروز محرری برنامه دنیا پر از جوانی هستید، یعنی منبر جوانان است امروز برنامه شما. از مشاهده خودتان میگفتید که جوانان ما امروز در کدام سمت موفق هستند؟ واقعا امروز جوانان ما در تمام ساحه ها فعالیت گسترده دارند. بله. ببینید که امروز در مملکت ما یک قطار آزمون ها، چاره‌بینی ها برگزار گردیده ایستاده است. مثلا آزمون تاجیکستان وطن عزیزی من، آزمونی فروغ دانای کتاب است و امروز شاهنامه خوانی که امروز برگزار شده است. در همه همین آزمون ها فیصدی از همه زیادترش رو جوانان تشکیل میدهند. وقتی که ما در جستجوی جوانانی موفق میشویم، وقتی از دستاوردهایشان خبردار میگردیم، به غیر از آن که آنها دستاوردهای خیلی زیاد دارند، در همین آزمون ها اشتراک کردند. امروز جوانان ما خیلی با مهارتند و ناگفته نماند که همه این البته که از پیش از همه از تینجی و آبادی و آسودگی مملکت عزیز ما و پیش از همه این از دستگیری های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوا معظم ملت می باشد که اینقدر برای ما جوانان چنین شرایط های مساعد را فراهم آوردند که ما در آن اشتراک میکنیم و از آن بهره میبریم. این است چون میگن کسی از کدام جوان بپرسی میگه من خوشبخت از آن هستم که زاده دوران استقلالیتم. بله. این همه خوشبختی است. در اینجا شدن ما نشستن با هم دیگر صحبت کردن ما از تینجی و صلح و امانی وطن عزیز ما شهادت میدهد. درست گفتید. بله، ثمره استقلال، میوه استقلال است، نعمت استقلال است. زبانو به آن جوانانی که امروز خودشان را دریافت کردنی هستند، یعنی موقع خودشان را در جامعه پیدا کردنی هستند، چی توصیه ها میدهید؟
من اول پیش از از تجربه خود میگم وقتی بله. که به من برنامه دنیا پر از جوانیست رو سپردن گفتن تو باید برنامه آماده کنی، من در اول به فکر رفتم من چگونه برنامه آماده میکنم، من با کی هم صحبت همه میشم. کار از تجربه است. بله. و وقتی که یک چیز دیگر، وقتی که مقصد و هدف گذاشتی آن وقت تو میتوانی به چیز نایل شوی. درست. در قدم اول به همه اون جوانان میگم که پیش از همه مقصد و هدف گذارند و به همه آن آرزوهایی که دارند آن را عملی گردانند. نه هراسند، بله، یعنی نه از هراسند. مشکلی ها نترسند. آرزوهایشان را به مثل خواب نمانند، بگذار آرزوهایشان را عملی کنند، مقصد و هدف گذارند و رو به موفقیت آرند، هیچ وقت نه هراسند. عزم درست و سعی کامل کس را نشود مراد حاصل. خب ما گوشت و پیاز رو الکی ریزه کرده شدیم. بله. حالا همراه می رویم گوشت و پیاز رو میپزیم و تا پخته شدن گوشت و پیاز ما دیگر محصولات رو برای قروتاب آماده میکنیم. مثلا باشه. قروت رو آب میکنیم. باشه. رفتیم. سحری با لذتی طعام اگر یکی از مهارت خودی آشپز باشد، دیگر اینکه از مهارت خودی علاب کن وابسته است که نه همه میتواند از بوی بله، دود طاقت درست. کرده علاب کند. این طعام ما برای چند نفر آماده می شود احسان جان؟ یک طبق برای 5 نفر کفایه است، ولی اگر شما در عائله زیاد باشید و مثلا یا اینکه زیاد آماده کردنی باشد میتونید 2 طبق آماده نمایید. و این محصولاتی که ما آماده کردیم برای 5 یا 6 نفر است. بیننده عزیز، طور احسان گفتن طعامی که امروز ما آماده میکنیم برای 5 نفر است و در آخر برنامه ما نامگوی محصولات ها و همچنین که آنها را یادرس میکنیم. میدانید امروز تنها احسانکا کار کرده ایستادن و نگذاشتن که ما به چیز این کار دست زنیم. بله. خواستن فقط خودشان آماده کنند و از یک دست یک مزه خودش رو درست کنند. اینطور نه احسانکا؟ بله، امروز یعنی شما مهمان امروز است. احسان میپزد، ما استعمال میکنیم و از احسان مهارت میگوییم. ایشان در با خبر خوردنش میشویم. یاردم میتیم. خوب در خوردنش یاردم میکنیم. بله. بیبی شما ما رو بابای. کمک میکنید. مرحمت. حالا چیکار- نوبت آن چیکار رسیده میکنم؟ که گوشت رو اول میاندازیم داخل دیگ. من طبق رو دارم. باشه. سکون شد. پیاز گوشت رو همجای میاندازیم و همجای می زیربونیم. به خاطر آنکه گوشت برافو. سخت میزیرد، سخت میشود. پیاز پیاز نمیگذارد که که سخت گوشت شود. سخت شود. بله. بله. احسان این دود از کجا اینقدر؟ دود از دل ما. درست؟ نمک میپاشه؟ بله، نمک میپاشد. سری به قول خانم موجوده ددبایو بیبی، سری لذیذی خوراک از نمک، رسا بودنی نمک. رسا بودنی بله. نمک وابسته است. اینکه مثلا نه از معیار زیاد باشد نه از معیار کم باشد. ما آب همراه نمیکنیم. نه. در همین روغن و پیاز و آب پیاز برای گوشت. خودش کفایه است. بله. 5 دقیقه دم میخورد. پس از 5 دقیقه باز میکشیم. تیار میشه. یک بار کشیده میرویم سبزوات رو بعد ریزه کنیم. باشد. ما همه در همین جا اومده در کجا باشد؟ امیده کنی؟ من این گونه تیلا رنگ باید باشد پیاز. آن علاقه آماده است. ما میکشیم. دوستان، تا عمر باشد هر بهار عاشق شوید، با نگار در جهان پرنگار عاشق شوید. پیلته های کاکل یار اگر برباد رفت،
با جمالک های موی آبشار عاشق شوید. گر سری دارید سبز و لایق داری بلند، با بیاز گردن زنجیره دار عاشق شوید. گر دلی دارید لبریز جنون و اشتیاق، با گل رخساره دایم بهار عاشق شوید. امید بانو شما وقتی شعرخوانی رو یافتید ها؟ آخه از این طبیعت زیبا، از این گلهای انار الهام آمد. ما شما رو اونجا گفتیم نیافتیم. یک گفتم از همین گلهای انار، درختی انار دیدن کنم و 4 مصرع خوانم، الهامم آمد. رفتیم شما رو انتظار. امید خان شما درست گفتید، درست قید کردید. اصلا با دیدن چنین منظره زیبای طبیعت به کس الهام می آید. ما که ایجادکار هستیم و به واسطه در محیط ایجادکاران امروز فعالیت برده ایستادیم. البته انگور از انگور رنگ میگیرد. بله. ما هم از انمان استادان خود کمی باشد هم تجربه گرفته. بله. بله. و امروز این طبیعت و گلهای زیبا به ما الهام میبخشد. ما از این منظره زیبا البته به واسطه استفاده میبریم. یعنی شما فرصت رو غنیمت دانستید. بسیار خوب. بچه ها میدونید امید رو از کجا دریافتم؟ از بین درختان انار. انار حالا نپخته است. نه گلهای انار هست. انار گل کرده است. معلوم است که از کجا پیدا کردید. هر کجا که یک گل شکوفان میبیند الهام شعرخوانیش میگیره. مرحمت گذارید. احسان جان یک قسمی کار رو تیار کردیم الکی. کدام قسمتی کار موند؟ قسمت اساسی کار یعنی پختن گوشت رو ما به انجام رساندیم و حالا نوبت آن رسیده که قروت‌ها رو آب کشیم. در این کار من از شما کمک میخوام. باشه بیارید. و تا آن که شما قروت رو آب میکشید من محصولات باقی مانده رو ریزه میکنم. این رو اول من برای عزیزم نشان میدیم. 4 کنجه میده میکنیم. بادرینگ رو هم عزیزم میتواند دیومش رو شما کنید. این برای بالایش و برای آرایشش با دیگر خیل ریزه میکنیم. احسان جان به نهایت یک منظره زیبا با شمالک فورم یک جای مناسب یافتیم. مناسب و موافق. واقعا روز استراحت استراحت با استراحت شد. بله. بله. امید باز گم شدن؟ باز به فکرم کجای شعرخوانی کرده گشته است. اکنون هر زمان شعرخوانی نکو. من چای دم کنی رفتم. ما فکر کردیم باز شعر میخونیم. اکنون چای دم کردم که میبینم که تشنه ماندیتون. احسان جان این قروت ها در چند مدت باید حل شوند؟ این از نمود خود قروت ها وابسته است بیبی. مثلا قروت های هستند که با کوپی یعنی در کوپی جرغات رو میکوبند و شیرش یا اینکه روغنش جدا میشود. بله. اون قروتی خیلی ریزونک میشود و تیز حل میشود. اما قروت هایی که مثلا روغنش نگرفته است عادتا دیر آب میشوند. از این لحاظ از نمود خود قروت است که چگونه است. این قروت ما چه خیلی قروت است؟ قروت روغنی است و این قروت عادتا لذیذ هم میباید و مزه هم میباید و قروتی که ما گفتیم در کوپی میکوبند اون قروت عادتا جدا میشود. بله و کمیاب هم است. نمیشود به جای با دست حل کردن ما در بلندر امروز تجهیزات ها هستن که یا رسون در بلندر میده کنیم و تاون تیار کنیم. این هم یک نمودی چی گویم؟ تست تیار؟ یک اصولی تست تیار است ولی من فکر میکنم مزه همون قروت در همین با دست و همین مزه خودی من این چوب که حل میشود در همین است. شاید من فکر نمیکنم خیلی لذیذ بیاید.
انا قروت ها مایده شدند الکی. بینید بینندای عزیز آب هم رنگ جرغوت رو گرفت. چون که معلمه گفتن از صدای خوانش پرنده ها الهام کس می آید، میدونید هر بار ایشان با ما میگن که سناریوی برنامه رو زودتر سپارید. وقتش بله. سناریوی برنامه صبح را و برای ما خوبتر است که در چنین جای، در چنین محیط فضا بیایم اینجا. بله بیایم اینجا سناریو نویسیم. همین طور نه؟ بله. چون اینجا در باره برنامه ها گپ زدیم، شاید لحظه هم باشند از وقتی ثبت برنامه ها یکم لحظه های جالب میخواستم یادآور شوید. لحظه های زیر میزی را شما در نظر بله دارید. پس لحظه های کادری. پسی پردگی را شما در نظر دارید. بسیار است. بله امیده و عزیزه مدام از سرطلبی من شکایت میکنم، ولی نمیدونن که همزمان من چقدر دوستشون میدارم. برای بهبودی کار شاید بله. سخت گام میزنم، اما بله به لحظه های پسی کادری یا لحظه های پسی پردگی برنامه خیلی زیاد هستند و یک یک برای شبکه‌های اجتماعی هم ما آماده کرده میپرتیم. میبینم اینکه بله، یعنی اینکه به اشتباه نمیشد، همه کار درست. اشتباه دارد و تمرین کار بالای کار مشکلی دارد. بله. بله لحظه های بعضی می شود که با دانستن همین قدر کلمه و ترکیب و سخن ها بله بعضی حالت ها رو سخن نمیابی که پوشان. بیان کنی بله. یا سخن نمیابی که همون چی رو تصویر کنی. در شرایط خانه مثلا میتونن این رو خودشان آماده کنن. تنوک میگن. تنوکچه میگوین. تنوکچه میگن بله. ولی احسان جان این تنوکچه است در دست شما. ما در یک برنامه دسترخوان طرز آماده کردن تنوکچه ها رو نشان داده بودیم. بله. و امروز احسان جان تنوکچه های تیار رو آوردن. قروتم من حل شد. فکر میکنم اکنون به قسمت دوم ما گذشتیم الکی. بله. دخترها فطیرها رو پاره کرده ایستادند. احسان جان تنوکچه رو آماده میکند. سبزوات ها همه ریزه کرده شدن. ما هم تنوکچه استفاده میبریم هم وابسته از تب و فطیر. ضعف. بله. میتواند شما با تنوکچه تنها آماده نمایید، اما نازکی تنوکچه در آن است که زیاد نمیایستد. بله. در رفت شخ می شود، تیز شخ می شود. از این بله. لحاظ مدام که شما در شرایط خانه نیستید میتوانید با فطیر یا با خود نان هم آماده نمایید. به خاطر آنکه کشاده نشد من کارد رو بالایش گذاشتم. این تیز شخ می شود و هم کشاده هم می شود. بله. به همین خاطر برای آنکه این ملایم ایستد ما باید در بالایش قروتابی آماده نمودهمان رو ریزیم. این قروتاب بسیار غفص شدگی. بله قفص شد. کمتر آب کمتر آب هم را کنم. آب اضافه کنید. ما در بین فطیر قلمه رو پاره کردیم. و در در گرد طبق اکنون تنوکچه ها رو انمیتر میچینیم. میتونی پایانتر. انمیتر میریزیم. نم میکشد. اکنون پمیدار و بادرینگی که ما چارکنجه مایده کرده بودیم با بالایش میریزیم. اول بادرینگ رو بعدم پمیدار رو. و برای آرایشی بالایش باز ما علاوه پمیدار بادرینگ رو علاوه ریزه میکنیم. گوشت رو با روغنش گرداگرد میریزیم، اما روغن طبیعی است. نفرایی که مثلا سه روغن خورده نمیتونن توصیه داده میشود که روغن رو نریزن یا کم ریزن و گوشت رو بلش میچینیم. شکراب و قروتاب آمیخته است، یعنی ما در همجایگی این رو شکراب اصلا از قروتاب در شکراب این که ما مثلا فقط پمیدار و بادرینگ و بعد چکه با چکه میشود شکراب.
قروت ها باشد قروت رو مخصوص آب میکنند و بعدا بدون پمیدار و بادرینگ، یعنی فقط قروت و آب و پیاز و گوشت و همین فطیر. فطیر. بله. همین طعم رو در کدام منطقه ها میخورن استعمال میکنن؟ بیشتر این خوراک کوهستانی است. اونجا هوا خنک است، مردم تیز گرسنه میشن. خصوصیت قروت این که آدم رو تا دیر سیر نگه میدارد و برای همین قروت در ده جای ها زیاد قروت هست. قروتاب میکنن، شکراب میکنن. همین محصولات شیری انسان رو سیر نگه میدارد. مثلا شما یک سحر اگر قروتاب خورید تا بگاه میتوانید گرسنه نشوید. و این برای آنکه آنهایی که در صحرا کار میکنند و در هوای تازه کار میکنند که بیشتر آدم گرسنه میشود، این نسبتاً از گرسنگی نگاه میدارد آدم رو. قسمت دومی بادرینگ را ما در گرد گلی راست کردهمان خیلی میچینیم. یعنی مثل برگ؟ بله. ریحان را میده نکردیم برای که تلخ نشود. ما برای بویش ما هم خیلی میده نکرده میگذاریم. هم بوی خوش دارد هم زیبایی میبخشد. بله، هم یک نمودی آرایش است. بله، یک نمودی آرایش است. و خب نفرهایی که دوست میدارن میتونن زیاد استفاده برن. و بعدا کبوتی رو میریزیم. فقط هم خیلی میمونیم. هستن نفرهایی که کبوتی رو دوست نمیدارن، هستن نفرهایی که کبوتی رو خیلی دوست میدارن. یعنی پیاز رو در گردش میریزیم. پیاز کبود رو هم همراه میکنیم؟ پیاز کبود و همزمان پیاز سفید رو به طور یعنی آرایشی پیاز رو میریزیم. بله. خب قلنفور برای نفرهایی که تیزی و تندی رو دوست می‌دارن توصیه داده می‌شود و من اصلا بوی قلنفور رو بیشتر دوست می‌دارم. به نهایت بوی خوب دارد و عادتاً پاره کرده اشتها می‌گذارم. بله، پاره کرده می‌گذارم. خب برای نفرانی که دوست نمی‌دارن من هم خیلی می‌گذارم. و کسی اگر پسند باشد ها پاره کرده می‌گذارم. پاره اما توصیه می‌دم که وقتی که شما کبودی رو ریزه میکنه یک نیمی قلنفور رو هم به خاطر بویش من خیلی ریزه کرده ریختن ممکن است. این برای اشتها هم برای نفرایی که تندی رو دوست می‌دارن. بیننده‌های عزیز، انا ببینید یک طبق طعامی خیلی با مزه ملی آماده شد. پیش از اون که برنامه رو جنبش کنیم مزه طعامی تیار کرده احسان رو میچشیم. قاشق با چنگک این خوراکی است که ما بدون قاشق میخوریم، یعنی مزه خوراک این با دست است. این خوراک رو باید با دست خورد و طرز خوردنش رو هم برای شما نشون میدیم. من این تنوک رو میگیریم کشاده، من میخوام در داخلش مثلا گوشت هر چیزی که ما معقول داریم میچینیم و پیچونده و میخوریم. به نهایت با مزه. دستانتان درد را نبیند. تشکر. به نهایت با مزه آماده شده است. و این خوراکی است که هر یک نفر میتواند در محیط خانه آماده کند با اهل عائله و چنانه که دیدید که زحمت زیادی را هم طلب نمیکند. بله. هر نفر میتواند بادرینگ رو پمیدار رو ریزه کرده با طرز خودش با سبک خودش آماده کرده استعمال نماید. چون این آرایشاتی که ما کردیم این تنها برای زیبایی، برای نمودی طعام بود. بله، نمودی ظاهری طعام بود که میتواند طعام رو دلکش‌تر کنه. ولی مزه که همون مزه است. نوش جان. همه شما را به سر دسترخوان تلویزیون ولایت سوخت دعوت میکنم. بیننده‌های عزیز، طوری در آغاز گفتیم این برنامه ما بخشیده می شود به ماهواره جوانی، به روز جوانان و آرزوی آن را داریم که جوانان سعادتمند ما همیشه موفق و کامیاب باشند. حالا که من جوانم، دنیا پر از جوانی، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. آفرین. چنانکه که امیدوارانو قید کردن، دنیا پر از جوانی است و ما جوانان هستیم که آینده دولت و ملت از ما وابسته است. بله.
جوانی را بهار زندگی میگویم. بگذاریم بهار زندگی شما همیشه سبز باشد و گلپوش باشد و گلاخوش. هرچند که پختگی های تیر ماه را ما در بهار انتظار شده نمیتوانیم، ولی فصل شکفتن است، فصل زیبایی است، فصل عشق است، فصل رستن است. این بهار زندگی با تک تک جوانان کشور مبارک باشد. آفرین جوانان عزیز، هم برای اشتراکتان و هم برای آماده نمودن چنین طعام با مزه ملی. و بینندگان گرامی، برنامه‌های تلویزیون ولایتی سوخت را شما میتوانید در اینترنت، در صفحه‌های اجتماعی یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک تماشا کنید. ما فعال هستیم و اگر خواهید که تمام محل شما نیز همین طور معرفی گردند، و رقم‌های تلفنی که عین حال در آینه نیلگون خود می‌بینید به ما زنگ زنید. ما البته برنامه آماده می‌کنیم. با امید خانه آبادی و دسترخوان پرناز شما تا برنامه‌های دیگر خیر می‌گوییم و با یک عکس خاطروی چون انانه برنامه را جمع بست می‌کنیم. خیر.